پسر رونالدو رو که همه میشناسین، کریستیانو جونیور، همون کوچولویی که با توپ فوتبال از خواب بیدار میشه و با توپ میخوابه. اما یه روز یه کاری کرد که حتی خود رونالدو هم هنگ کرد. رونالدو از تمرین برگشته بود خونه، هنوز کیفشو زمین نذاشته بود که میبینه پسرش وسط حیاط با چند تا دختر همسن خودش داره توپ تو سوراخ بازی میکنه. نه فوتبال، نه تمرین، فقط توپ تو سوراخ و خنده. همون لحظه با اون حالت جدی معروفش گفت جونیور این چه کاریه؟ چرا تمرین نمی‌کنی؟ پسرش خیلی ریلکس گفت دارم بازی میکنم. خب تازه توپو بردم توی سوراخ. رونالدو اولش فقط نگاش کرد، بعد گفت بازی خوبیه پسرم، ولی اگه بخوای مثل من بهترین شی وقت تلف کردنه. تو باید تمرین کنی و باید بجنگی. پسرش یکم سرش انداخت پایین و گفت بابا من هنوز بچه‌ام. رونالدو یه لحظه مکث کرد و بعد خندید و گفت درست میگی، بچگی کن، بازی کن، ولی یاد نره قهرمان شدن از همینجا شروع میشه. به نظرت رونالدو زیادی سختگیره؟ اگه تو جای پدر جونیور بودی چی کار میکردی؟ نظرتو تو کامنت ها بنویس.